اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. امروز میخوام درباره 18 سال از حاکمیت مقام عظمای ولایت صحبت کنم. چقدر زیبا بود که شما برادران و خواهران و هر کسی که این سخنرانی رو میشنوه به خودش زحمت میداد. 18 سالی که رهبر فکش پیاده شد و مطالعه میکرد. ما علما خیلی سعی کردیم به ایشون نزدیک بشیم. میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. یک عمر خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم، غافل از این که اصلا سیدعلی بز نبود، گاو بود. در همین رابطه اگه بگم سیدعلی خودشو ساخته دروغه، چون اگر این بوده برای ساختن خودش که معنی نداره. ایشون هر وقت که خمار میشه میگه انصاری منو بساز. دیگه این حرف درست نی که این سیدمان خودشونو ساختن، یعنی لول بودن و خودشون وارث دود خودشون شدن. اینو میفهمه دروغه. بنده همیشه اول کار یه سیگار روشن میکنم میدم دستشون. آقا یه نگاه به سیگار میکنن، میگن سیگار رو واسه مشکلای خارجی ها ساختن. اگر میخواستن طبق بدبختی های ولایت بسازن الان سیگار باید 1 متر بود در قطر 15 سانت. کارش به جایی رسیده که متاع سناتوری که همه دارن میگن باریکلا به به، متنفره. اون که دارای جهل بی نهایته، ترس بی نهایته، معدن کثافته، مقام عظمای ولایته نسبت به هر لولش و فیزگولش و چیزی که ساخته محال نفرت داشته باشه. من وقتی خبر قطعنامه پارلمان اروپا رو به مقام رهبری رسوندم، تنها کاری که رهبر میکرد فقط نگاه میکرد و به پهنای صورتش اشک میریخت. گفت الان هر کی در این 30 ساله قتلی کرده، آدم کشته، شکنجه داده، مردم رو ریگ داغ بریان کرده، زنبور ریخته به جان مردم، من براش خانه امن معرفی میکنم، نترسه، مضطرب نباشه، فرار نکنه. گفتم کدوم خونه امن؟ اون که زندان اوین بود به هم ریختن. ملت جمع شدن جلوش. گفت چی میگن؟ گفتم میگن چنان ازتون انتقام بگیریم، سر جنایات 35 سالتون که شیری که از مادر خوردین از نوک انگشت پاتون بزنه بیرون. پس فطرتای بی‌مروت قاتلا. اینجا بود که مقام عظمای ولایت دستشو گرفت به سمت مرقد امام و ناله کرد که اماما پدرمونو در آوردن و والدینا، هم ولدی هم امتینا، چه مصیبتی بود که اومد سرمونو علینا. توف به گورت که رفتی و موندیم واحدینا. اگه اهل